بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر موسوی هستم. با آقای مهندس و شرکتشون از سال 84 اولین شرکتشون از سال 84 آشنا شدم. تو اجلاس سران شرکتشون داشتم معرفی میکردم که معرفی شدیم به اینا. بعد شروع کردیم خریداری از این ایمپلنت های این شرکت. یه چیزی هلوش از سال 84 همینجور ما از این ایمپلنت ها استفاده کردیم. ایمپلنت های بسیار خوبی و عالی هست، چون نتیجهشو بعد از در هر حال بعد از 15-16 سال داریم میبینیم دیگه. بعد اون آقای مهندس شرکت ستاره صبح روشن رو 6 سال پیش معرفی کردن و ایمپلنت هاشون معرفی کردن. ما شروع کردیم از اونجایی که خاطره خوشی با این شرکت داشتیم، از ایمپلنت های انارلاین هم شروع کردیم استفاده کردن. این 6 سالی که من دارم از این ایمپلنت ها استفاده میکنم، خب راضیم. خیلی عالیه برای من، که خیلی عالیه. یک خوبیش اینه که شاید بگم با ذهن من خیلی سازگاره، اینی که این ایمپلنت ها با هیچ سیستمی کامپاتیبل نیست. آقا اگر بخوایم که آقا یه ایمپلنت یه اباتمنت خاص رو سوار بکنی نمیشه، فقط سیستم برای خودشه. و اینکه دندون پزشکا عادت بکنن کامپاتیبل زیاد استفاده نکنن. حالا دیگه جایی خیلی درگیر اصل شرکت رو نمیشه پیدا کرد یه چیزی استفاده کنن، مشکل نیست، ولی قانونا از کامپاتیبل استفاده کردن به نظر من یه چیز اشتباهیه. چون آدم نمیتونه که بگه درسته یه پیچ سفت میکنی، آقا چقدر سفت میکنی؟ از دید به اصطلاح ماکروسکوپی ما سفت میکنیم، آیا میکروسکوپی هم این سفت شدن عالیه؟ اصلا اونجا لیکیجی نمیده، اصلا اونجا فضایی وجود نداره. در آینده خیلی زود اینا میکرو موومنت پیدا میکنن، خب خودش باعث اسکرو لوزنینگ میشه. در هر حال این شرکت همه قطعات این ایمپلنت رو به حد وفور خب داره. هر موقع ما اراده کردیم چیزی رو خواستیم از شرکت تونستیم بگیریم. حتی خود شرکت از این بلنکت های مخصوصی که ما بتونیم حتی اباتمنت های کاستومایز ازش تهیه کنیم از خود این شرکت میگیریم. خیالمون هم راحته که خب اصلش رو گرفتیم، چون همینجوری هم ما میتونیم. خیلی جا هستن که کاستومایز میکنن، من نمیدونم مثلا اون بلنکت ها اصلا چیه که اونو کاستومایز میکنن، ولی وقتی که از شرکتش میگیریم خیالمون راحت، آقا این اصلش گرفتیم، این از خود کارخونه اومده، همونو میفرستیم. نهایت اگه جایی هم که کاستومایز بخوام ازش استفاده میکنیم. در حال رضایت کامل من نسبت به این ایمپلنت ها دارم. ایمپلنتی که آدم فکر کنه آقا با ما رفیقه، همه چیش تو دستمونه، دیگه خیالمون راحته دیگه. این کل چیزایی که من از این ایمپلنت های انارلاین سراغ دارم. انشالله که همچنان هم از این به بعدم مهندس بتونه همینجور سلیس و روان شرکت رو بچرخونه که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. بس سلام، من دکتر مهدی حاجی مرادی هستم، جراح دندان پزشک. حدود 3 ساله که از سیستم انارلاین شرکت دنتیوم دارم استفاده میکنم و واقعا راضی هستم. خیلی خوش دست از لحاظ شکل ظاهری فیکسچر، از لحاظ یوزر فرندلی بودن سیستم. واقعا راضی هستم از این شرکت، از پرسنل خوبشون و جا داره که اینجا از فرصت استفاده کنم و 6مین سالگرد تأسیس شرکت رو خدمت آقای مهندس صفاری و پرسنل محترم تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که سالیان سال روز به روز پیشرفت بیشتری داشته باشم و بتونیم همکاریمون رو با همدیگه بیشتر و بیشتر ادامه بدیم. خیلی ممنونم. به نام خدا خدمت دوستان و همکاران عزیز سلام عرض میکنم. من دکتر ابوالفضل صفیری هستم، جراح و متخصص بیماری‌های رسه و ایمپلنت. حدود 20 سال هستش که به صورت تخصصی و فوق تخصصی من ایمپلنت کار میکنم. کلینیک‌های متعددی مشغول بودم، من جمله کلینیک ریاست جمهوری که بیشتر اعضای هیئت دولت یا خودشون یا خانوادهشون رو در تمام دوران
من براشون ایمپلنت انجام دادم. عرض به حضورتون که با بیش از 15-16 نوع سیستم ایمپلنت من آشنایی کامل دارم و یکی از اونها سیستم مربوط به کمپانی دنتیوم هست که لاین NR هست. این سیستم به جرئت میتونم بگم که در بین سیستم های کره‌ای و تمام سیستم ها یکی از بهترین ها هست و به همکارای عزیزم که و دانشجویان به خصوص که میخوان ایمپلنت رو شروع کنن، همکارای قدیمی که قطعا خودشون از تجربیاتشون استفاده میکنن، ولی دوستانی که تازه فارغ التحصیل شدن، تازه شروع کردن، این سیستم خیلی یوزر فرندلی هستش و آسون هست و بسیار راحت با کیفیت بالا. در بین سیستم های کره‌ای عرض کردم خدمتتون که یکی از بهترین ها هستش و حتی در بین تمام سیستم ها. مطمئنم که اگر از این سیستم استفاده بکنید متضرر نمیشید و نتایج خوبش رو طی سالهای متمادی میتونید مشاهده کنید. خوشحال شدم، انشالله که موفق باشید. بله، با سلام خدمت دوستان عزیز. من ظاهرا سالگرد تأسیس شرکت ستاره صبح روشن، حالا اگه اشتباه نگم، چون به اسم دنتیوم همه رو میشناسیم. گفتن بچه‌ها که یه مقدار راجع به این کمپانی صحبت کنم. منم با توجه به اینکه خب من که نمیدونم میشناسید یا نه، من کمالی هستم، پریودونتیستم، فلو ایمپلنت و یکی دو تا چیز دیگه هم داریم، حالا سرتون رو درد نمیاره. یه حدوداً نزدیک 15 سالی با این سیستم فکر می‌کنم کار می‌کنم و بهترین مزیت سیستم دنتیوم که من و حتی اساتید من مثل دکتر خوشبوونژاد و اینا اذعان دارن اینه که بونلات کمی داره. این خیلی مزیت بالاییه که ما مریض بعد یه مدت نیاد آی تخریب استخوان آی فلان، مسلما پیش میاد، ولی نسبت به خیلی از سیستم‌های موجود ایران کمترین در واقع تحلیل استخوان رو داره. یکی این بود، یکی هم این که بالاخره کمپانیه که قدره و هوای یوزراشو داره. تا الان هم ما همه راضی بودیم، برای همین هم هست که فکر نمی‌کنم به سادگی با توجه به اینکه به هر حال کمپانی‌های دیگه هم تو بازار فعالن، من فکر نمی‌کنم به این راحتی این کمپانی رو عوض کنم و تا الان هم خودشون میدونن این کار کرد. یکی هم در رابطه با سیستم جدیدترشون به نام NR هستش می‌خواستم صحبت کنم، چون من الان فکر کنم شاید تقریبا 90% کارهایی که می‌کنم با NR NR شاید بهترین مزیتش اینه به نظر من تو یه مقداری ثبات اولیه‌اش نسبت به ایمپلنتیوم و تقریبا شبیه سوپرلاین اگه اشتباه نکنم، خیلی ثبات اولیه خوبی میده و به خصوص تو کارهای فریش ساکت یا اونجایی که بون کوالیتی ضعیفی داریم خیلی مزیت بالایی حساب میشه. بعدم خب کلکسیون اباتمنت های مختلف هست. تا الان اسکلوزنینگش خیلی کم بوده. به نظرم میاد که در کل حالا یه عده‌ای با پروتزش مشکل دارم، من که فکر میکنم راحت، حالا شاید به خاطر اینه که این سیستم رو خیلی دوست دارم به چشم نمیاد، ولی تا الان مشکلات هم کم بوده. و تنها چیزی هم که آخر میخواستم بگم اینه که تو این مملکتی که متاسفانه مشکلات اقتصادی و غیره و تحریم و این حرفا هست، فعلا کمپانیه که خوب داره کار میکنه و امیدوارم این ادامه پیدا کنه. با تشکر از شما. سلام، صبحتون بخیر. من دکتر رضازاده هستم و مدت فکر میکنم 16-17 سالی که دارم با شرکت دنتیوم کار میکنم و چندین ساله که تقریبا 5-6 ساله که دیگه با شرکت ستاره صبح روشن که البته حالا همشون دنتیوم هست و برند دنتیوم که واقعا عالی بوده و همیشه با تیب خاطر ما برای مریض میدیم و با اطمینان و به قول خود کره‌ای‌ها که یه حس ناسیونالیستی دارن، در سفری که رفته بودیم
وقتی جنسی رو میگفتن مید این کوریا با افتخار. ما واقعا با افتخار میگیم برندی که داریم استفاده میکنیم دنتیوم برای بیمارانمون. و به قول یکی از اساتید که تو کنگره میفرمودن میگفتن که وقتی به بیمار میگیم کره و این جنسه، واقعا خودمون هم خاطرمون جمعه که به بیمار دروغ نگفتیم از لحاظ وجدانی و واقعا کره‌ایه و جنس عالی و خوبیه و توی این مدت امتحان خودش رو پس داده و خیلی عالی بوده از همه لحاظ. و اینکه خدمات پشتیبانی که حالا این شرکت داشته خیلی عالی بوده و برای حالا ممکنه بیمار اینو درک نکنه ولی برای من دکتر خیلی مهمه که خدمات پشتیبانی شرکت بدونم خاطرم جمع باشه که هر آن هر چیزی نیاز داشته باشم این قطعه هست نیست، نمیگن که برای چند ماه دیگه، چون ما با بیمار مستقیم مواجه هستیم و از این بابت واقعا جای تشکر داره که همیشه ساپورت کرده و خاطر ما رو جمع داشته و یه خیال راحتی داشتیم از اینکه میخوایم با شرکت کار کنیم با این شرکت. و از لحاظ خود تکنیک حالا کاربری این پلنت هم که خب بسیار عالی و خوب بوده، حالا چه قبلا که من با سیستم‌های سوپرلاینش کار میکردم و الان که مدتیه با شرکت ستاره صبح روشن و NR دارم کار میکنم. شاید با بعضی از دوستان که حالا صحبت میکنیم به خاطر اون اسکوار بودنش زیاد راضی نباشند ولی من حقیقت هیچ مشکلی تا حالا نداشتم، خیلی خوب بوده. مخصوصا حالا من خدمت های مهندس هم گفتم تو فرش ساکت ها خیلی عالی، خیلی عالی من کار کردم، همه چی خوب بوده و امیدوارم که این شرکت و پرسنل این مجموعه همیشه موفق و خوب باشن، ما هم در کنارشون به حال از این موفقیت بهره ببریم. متشکرم و باز هم تبریک میگم، ششمین سالگردشون رو به عمر ما قد نمیده ولی فکر می‌کنم ان شاءالله که 60مین سالگردش هم همینجور با افتخار و خوب باشه. متشکرم. با عرض سلام و تبریک سالگرد افتتاح در حقیقت نمایندگی NR لاین در ایران. من خودم 3 سال با NR لاین آشنا شدم. به مدت 17 سال قبلش با محصولات دنتیوم مثل ایمپلنتیوم آشنا بودم و تو طول این 3 سال هم نزدیک 400 خورده ای از این پایه رو من کار کردم و به نظر من پایه خیلی یوزر فرندلی و پایه خوبی است. به خصوص تو مبحث ایمیدییتا جواب خوبی رو میشه ازش گرفت. کلا ما با دنتیوم سابقه همکاری مثبتی داشتیم و امیدواریم که این همکاری مثبت ادامه پیدا بکنه و محصولاتش کما فی السابق محصولات خوبی باشه برای مشتری. در انتها بازم من تبریک مجدد میگم بابت افتتاح سالگرد افتتاح نمایندگی NR لاین در ایران. به نام خدا 6مین سالگرد تأسیس شرکت دنتیوم در ایران رو تبریک میگم خدمت همه همکاران. دکتر مهدی طباطبایی هستم، بالای 10 سال هست که با شرکت دنتیوم کار میکنم و خیلی هم راضی و حدود 1 سال هم هست که با سیستم نروشون آشناییت پیدا کردم و خیلی شباهت به سیستم دنتیوم داره و از این سیستم هم خیلی راضیم و انشالله که همه همکاران این سیستم هم استفاده کنن و تجربهش رو کسب کنن که سیستم خوبیه.